اینه چطوری بچه‌ها؟ خوش اومدید به چنل ویژن با یه ویدیو جدید. چطوری شما؟ اومدیم با یه ویدیو دهانی. بله. ویدیوی امروز ویدیوی کی دست به دهن‌تره؟ آره. ببین محمد کی دهن بهتری داره؟ خب بچه‌ها اومدیم برای چالش اول. قراره بچه‌ها تو این ویدیو کلا ما از دستامون استفاده نمی‌کنیم. الان دهان. آره. این آبو می‌کنیم تو این کاسه. با دهن. میریم سراغ ویدیو. فقط قبلش لایک کامنت تا ساب فراموش نشه. خیلی دوستتون دارم. تبله و یه بار دیگه. خب بریم. گردن آن گرفته. داور گفتم به 3 نمی‌دونم چه از یه دقیقه هم هست. بیشتر الان میشونی چی خواست داور من درسته آقا تمام شد. آقا تمام شد. میخواستی درست استفاده کنی. درست نه بیشتر 8 7 آجی من آیکیو رو دیدی؟ حاجی آخه قرار با قاشق بس نکن خب مالم بیشتر داور داره می‌نویسه. آقا ببین حاجی برای تو میلیمتری بیشتر. مالم بیشتر اصلا زایم. بیانی اینجا نشون بده. حاجی آخه اصلا تو دورون فکر نکنم بیفته. میفته بچه‌ها. میدونی این مال منه. اینجاست. افتاد؟ میبینید بچه‌ها همیشه تو زندگیتون سخت کار نکنین، هوشمندانه کار کنین. نگاه کن کل اینجا رو به گند کشوندی آقا هوشمند. بیشتر ببینید ما برمیگردیم. خب بچه‌ها اومدیم با چالش دوم با اسپانسر جدید چیتوس. ویدیو قبلی پپسی، الان چیتوس به خاطر شما. من سابسکرایبر جدیدمون. آقا یه توضیح در مورد چالش بدم. نه ما باید بدون اینکه از دست استفاده کنیم اینو باز کنیم و دیگه آقا داور یه تایمی خودش میگیره. آقای داور بس کن. چاکر آقای داور. به نظر بچه‌ها میتونن بدون دست کامنت کنم؟ فکر نکن. حاجی هر کی تونست انجام بده بهمون بگه یه گیووی بهش بده، یه هدیه بهش بده، یه جایزه. حل پایم. اگه انجام دادین تو کامنت ها بهمون بگین. مهم نیست. با زبون میشه تایپ کرد. آقا بریم اینم من ببرم. آقا فکر می‌کنم با چه آیکیوی برم جلو. میدونی ریدم تو آیکیو. خلاصه دیگه همین دیگه بریم دیگه. شروعش کنیم با 3 2 1 داور. میدونی من تو معبد شاولین درس خوندم بهم یاد دادن که اوس خفه شو. اوس 2 اوس شروع کنیم. قرار نبود. من که میبرم. خب بازنده من بذارین چقدر میخوره. از دست تو دیگه بازنده معلوم شد. تموم شد دیگه. من وای عالی بود. من شکرم بچه اصلا. وای
خب دیگه برنده شدم دیگه. بریم یه بچه پس بدون دست میشه با دهنم چیپس این واسه سگ غذا اگه این ویدیو 40 تا لایک بخوره گو میخوره. این ویدیو 40 تا لایک بخوره یه روز بیشرف کامل او 18 تا خورده ول کن. 3 تا دیگه بخوره یه روز کامل بدون استفاده از دستامون میریم بیرون با چالشی که شما بدید. نکن. خب بچه‌ها اومدیم با چالش سوم. ماستی یک تا اینجا میکروفون بذار بغل یه وقت ماستی نشه. من نمیدونم چرا خوردنی ها این همه کار میشه با دهن کرد. دهن کاره دهن فقط میخورم. بیشرف تو چی کار میکنی؟ خلاصه که بریم آماده شیم ها. بریم ولی با دهن خدای کارهای زیاد. بچه‌ها شما به نظرتون با دهن چی کار میکنید؟ حرف تو زدن کامنتات خوردن حتی خوردن چیز مختلف. ولش کن بچه‌ها. من با دلیل اینکه براتون خیلی احترام حالا نمیخوام اون روی نه خوردن علیدانه مثلا منو- مایعات جامعات. من میخوام خودم آماده کنم برای چالش. آقا این هم تایمیه داور یا که هر کی زودتر تموم کرد. اگه بخوای هر چیز زودتر بگو میخوای ما اینو چی نه. تمام یه تایمی میذارم که نه ببین خودت اسکری داره مثلا طولانی میشه. تبلیغات کامنت. خب دیگه 3 2 بکنم بریم 3 چرا دست گذاشته ای؟ راست میگه دست نباید باشه. 3 2 وای ساجی ما تو مدرسه هم داشتیم ماسخوری ها؟ نه ببین ماسخوری اینجوری لیوان اینجوری میگرفتی. بریم ما بریم 3 2 1 آن دماغم وایسا الان چی میشه تو ریختی؟ ای بیشرف. این خیلی خورد داور. نه خدا دیگه بالا بود. نه واقعا همون لحظه که شنیدم انداختم. داور به خدا زیاد خورد. نه تو حدی که بالا راست میگه. نه همون لحظه که گفت دیگه آوردم پایین. حاجی زیاد خورد. تمام من بردم. بابا زیاد خورد. کاسه ها رو حاجی قبول نیست تو تمیز کردی. باید تمیز کنیم. بنیدی مال تو رو نه معلومه که کی برد. بابا این زیاد آخه تو ببین من تازه اونجا دیدم تو ریختم اومدم با زبون ریختم بیرون که برابر شد دیدم نمیشه بخورم سنگین ترم. خب تا الان 2 1 درسته؟ بریم تمیزکاری کنیم بیایم. خب بچه‌ها گنجش که شد بابا گفتم که نقاشی و بچه‌ها به نظرم با یه ویدیو بریم مدی و آرتیست کنیم یعنی نقاشی از چالش‌های نقاشی بریم بیرون. اومدیم با دهن نقاشی بکشیم بدون استفاده. اگه بردی که تبریک میگم، اگر بردم که مثل مرد به تصاویف بازی کشیده میشه و با دستم باید استفاده. و اگر بچه به نظرتون با دهن کار دیگه هم میتونستیم خدای انجام بدیم با اون چالش که مثلا انجام میدادیم؟ اگر راست میگی خودکار بذار همینجوری بردار، یعنی نذار تو دهن با دست. جرأتشو نداری. با چیزی خودکارا حالا که تو شد پایین. آقا عشق داور عشق. آقا ما به نتیجه رسیدیم که دیگه کی گفته حرف بزنیم؟ نگو. پوم پوم پایا پر بچه نقاشی ماشین بوگاتی. نه
وایسا دیگه. خودکار بذار که یا خدا، مال من ماشین خدایی. اگر مال تو ماشین برای من نشون بدین. توف. مال من ماشین آجی، مال من از این ماشین قدیمیه. مال من حتی آدم هم توش فرمون داره ماشین. مال من مال مدی اصلا دیگه ببین خیلی 3-1 نه حاجی که 3-1 نظرت چی راجع به این باخت؟ راجبم نظرم اینه که اولی که داخل ماست از من اسکی رفتی دیگه دوم که من آدمیم که با دست بهتر مهارت دارم تا با دست. معلومه من به قول تو داشتم فقط از تو اسکی میرفتم. خب آفرین دیگه دایی من بوش بچه‌ها مهم برد نیست، من نبوغمو نشون دادم. خب من آب و اسکی نرفتم. مرسی که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. لایک و کامنت و ساب فراموش نشه. تبلیغات و نظرتون حتما وایسا یه موضوعی رو در میون بذارم. وقتی کوکاکول ببخشید وقتی پپسی اومد تبلیغات داد به ما چیتوز اومد دیگه تو کی ببخشید یه سری ویدیوهای خفن برای هفته‌های آینده داریم، می‌خوایم با یه سری جا صحبت کنیم، منتظرشون باشین. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. بای بای.